قروتاب یکی از خوراک‌های ملی تاجیکانه میباشد. در هر یک عائله این رو استفاده میبرند. ما کوشش میکنیم که در عائله ها بسیارتر برای اون که در قروتاب ما قروت استفاده میبریم. در ترکیب قروت کلسیم زیاد هست، بسیار ارگانیسم آدم را فایده میرساند و این خوراک‌های ملی را ما هیچگاه فراموش نمیکنیم. بسیارتر در فصل زمستان استفاده میبرند این خوراک‌های ملی را. قروتاب ملی تاجیکانه قدیمی‌ترین مثال ما همین چیزها را استفاده میبریم. در این کبوتی ها، پمیدار، دیگر چیزها را ما استفاده نمیبریم. فقط همین قروت و فطیر سرخ پیاز را استفاده میبریم، روغن زرد یا اینکه روغن زغیر. قروتاب‌های حاضره ده هستن، مثال گوشت میمونن یا اینکه کبوتی ها میمونن، پمیدار، بودرین. این خیلی قروتاب قدیمی نه ما مثال این لذت مزهش دیگر است. وقتی که ما کودک بودیم در همین خیلی طبقهای کلان همین خیلی همه چیزها رو تیار کرده. فطیر رو اول قروت رو کف زده بعد فطیر رو مای ریزه کرده، بعد در بالای اون پیاز مونده. وقتی که قروت آب میکردیم کف میزنیم، بعد میریختیم چکه رو، بعد در بالای اون پیاز مونده بعد روغن زرد رو گرم کرده خیلی تفسون در بالای پیاز میریختیم. هستن آدمایی که مثال دولینی داشته باشه اگه چی خیلی صغیر استفاده میبرن، من روغن زرد رو استفاده میبرن. خوراک سرغذا بوده، همه مردم رو تا بگاه همه سر میگردن و بقوت میگردونه. در قروتاب هر خیلی فطیر استفاده، فطیرهای قد، فطیرهای کوره فطیر. من در اینجا فطیر کوره فطیر کرده ما. در اینجا اردی آسیاب گندمی میگیم ما، آسیاب نمیکنه همین را و سفید کمتر ارالش کرده، کمتر روغن انداخته، بعد میپزیم در دیگدان تیار میکنیم. فطیر ورقی را اکثریت آدم ها روغن دار استعمال نمیکنن. من این وقتی که ما روغن بسیار انداختیم کوره فطیر استفاده میبریم. آدمایی هستن که بسیار با کوره فطیر میخورن استعمال میکنن. ما با این نورستان با همه خیلیشون میگیم که دوام دهن. مادرم با ما همه خیلی طعم‌های ملی تاجیکی رو با ما آموخته بودن، ما یاد گرفته بودیم. در وقتی کردنشون ما میخوایم که به همین نسل نورست به همین ها همشون آموزانیم که تا که همه خوراک‌های ما از بین نرود، در آینده همین هم خیلی تکرار کنن خوراک‌های ملی تاجیکانه ما رو. در هر یک عائله هستن دختر بچه‌ها مثال پدر و مادرشون میخواد که خوشبخت شود در اون عائله. وقتی که هنرهای مردمی رو در هم عائله آموختن هیچ وقت خار نمیشه. مثال در آینده در خانه سرخشتمان هم در همه جا مثال هنر هیچ وقت آدم رو پس نمیکنه، خوشبخت میشود. من مثال در خانه خشتمان میرود در یک جا منتو میپزد، من خشتمانش میگوید که در آش بریده کنی کلنم یک این وقتی که در عائله آموخت مثال دختر در اون مشکل نمیشود. باز ما شروع میکنیم قروتاب رو از فطیر. وقتی که فطیر رو ما گرفته، من دختر جان یک تا فطیر گرم رو تی اون طرز تیار کردن قروتاب رو به شما میآموزیم تا که در آینده شما هم همین تیار کنید. ما فطیر رو خیلی مایده کرده میمونیم برای اینکه روغن رو به خودش جبیده گیرد و با لذت‌تر شود. کدبانوی چی باشد، ماهیر باشد، میتواند که من از یک فطیر عادی هم مثل کوره فطیر یک طعمی با لذت تیار کنم. خوراک با مزه، یکی از خوراک‌های بهترین، یکی از خوراک‌های با لذت ترین همین تاجیکانه ما همین قروتاب و شکراب میباشه. ما ارد گندم رو از دهه من آوردیم، از خطلون زمین بسیار دریافت کرده میشود. این رو آورده و در دیگدان تیار کرده
майда реза мекунем. ما امسال یا 4 لینچه ذخیره کردیم. این قشلاق جوی وطنمون روی کردم همینجا ذخیره کردیم موندگی خونه با اردی گندمی. وقتی که مثلا کسل بیماری های قند، بیماری های روده و معده همین ما استفاده میبریم. فشار بلندی ها همین کسل بیماری ها ما همین خوراک های ملی دا استفاده میبریم. ما وابسته به همین آدم هایی که مثلا هستن ما همون را نگاه کرده تیار میکنیم. مثلا فطیرهای ما کلان میتوانیم که در یک تا نیم فطیر ما استفاده بریم در یک طبق. بسیاری آدم ها از همین گوشت بریون، از تندور کباب، از همین دیگر چیزها قروتا بهتر میدونن. قروتا بسیار استعمال میکنن در وقت سرما. کدبانیه که مثال در اویله همین هنرها رو داشته باشد هیچ وقت در زندگی خور نمیشود. مثلا زنهای هستند که بر یک پیاز یک دونه کارتوشکا میتونن خوراکای طعمهای ملی پزن، خوراکای ملی تیار کنند. مثلا در یک طبق نه از یک فطیر ما چقدر خوراک با مزه با لذت همین قروتا شکراب تیار کرده و فرزندهایمون می‌آموزیم از چی باید یک چی تیار کنند. مثلا یک شیر برنج یا اینکه اوماچ میگیم ما برنجا و همه خیلی چیزها هم میشود. خوراکای ملی داده میشه. وقتی که خوراک رو مثال ما آماده میکنیم با یک مهر، با یک ذوق، با یک شوق مثال خوراک آماده میکنیم خوراک چقدر با لذت میشود. مثلا هستن زنگایی که با عصبانی شده خوراک میپزن یا اینکه نافورم خوراک میپزن البته خوراکای وای با مزه شده نمیتوانند. زنهای هنرمند مثال میتوانند که از یک فطیر شکراب، از یک فطیر مثال قروتا، فطیر مسکه، باز خام شوربا مثال از دیگر جاها فرمایش نمیدهند و از خانه مثال در یک سرجمانه در یک طبق شده که خوراک یک جای میخوری مهر و محبت عائله زیاد میشود. من ما فطیر را آماده کردیم تیار شد. قروت رو در بگید دختر جان قروت رو در طبق میاندازیم بعد آب میاندازیم کف میزنیم قروت رو. ما اول پیشگی قروت تر میکنیم در آب که وای ملایم شود. بعد میشه با دستمون کف میزنیم. ملایم شود کف زدنش آسان میشود. بسیاری آدمایی هستن که مقصد خرود نباشه اگر میشه با چکه هم بکنن با چکه میشه خرود با مزه خچه داره مزهش بی‌حد مزه میشه. اگر غوصتر شید با کمتر آب آمیخته میکنید که با تنک شود. فطیر کورک روغن بسیار نمیکشه. روغن بسیار بکشه اگر قینخر میشه و قروتو به همون خاطر فطیر کورک میکنیم. اگر نمیشه اگه با نان هم بکنین که و فطیر با مقصد فطیر کورک روغن سخت نمیکشه به همون خاطر بر فطیر کورک میکنیم. فطیر کورک مقصد چیش کمتره نمیرسونیم رنگ خمیرواری خمیر نانواری نمیرسونیم. خمیر نان هم مقصد کواکه او را روغن که کدی روغن خالی میکشه در خودش. فطیر کورکی نمیکشه. بسیار وقت ما شوربای طبقی میکنیم. فطیر ریزه میکنیم، شوربای سرخ شوربا میکنیم، خام شوربا میکنیم. در طبق بالاش زیل میکنیم چقدر مزه میشه و همه کسا میشنیم کبوتی. اوتالای توپا میگیم و اوتالا میکنیم، آشی بریده میکنیم. خوراکای ملی را بسیار استفاده میبریم. اوتالای میده میکنیم. اوتالا بقند دیوا برای خوراکای سحر در اوتالا بقند میکنیم. نشوسته میکنیم، شیر بد میکنیم، گرسوز، شیر چای و
این چیزا رو بسیار استفاده میبریم. نشویسته رو تر میکنیم در قاشقش در آب شیر گرم و شیر در میدوزیم میکوبیم او هم قوس میشه او رو هم مسکه میدوزیم بالاش نمیخوریم برای سحرا. نشویسته رو بتی کودک به حد کالسیش بسیار دیگه دارو در کار نیست. این قروتیمون تیار شد. بعد خوردن قروتا مقصد میتونیم که با سالاد کنیم. مقصد خودشی پمیدور بکنیم که مقصد کبوتیو که مقصد خوردن آسان تر شود. در قروتا نمیمونیم. اساس فقط پیاز، روغن زرد، قروت ماده در کار فطیر. قروتیما چی شد؟ تیار شد، غوص شد. ما نگاه میکنیم غوص سر باشه با کمتر آب ایلوه میکنیم. مرا وقتی که ما فطیر رو تیار کردیم با قروت رو من مثل آب کردیم و در الک میپولونیم. شیره قروت رو گرفته بعد در گرم میکنیم بعد در بول فطیر میریزیم. قروت من مثل شیره گرم کردیم گرمی بسیار نه من چقدر نغز قروت آماده شد بعد فطیر رو در دم میاندازیم. وقتی روغن رو ما گرم میکنیم برای قروت آماده کردن چقدر باید تفسون باشد که حتی همین بوغ همین پیاز بوغ همین روغن میتواند به فرش خونه براید. چقدر این پیاز بعد به مزه میشود با لذت میشود. وقتی همین قروت و ما مثلا در خانه تیار میکنیم دایم پیش نظرم مادر مهربان میومد که در همین هر سحرگاه مثلا وقتی که در دهه ما مثل کلان شدیم مردهای دهه از مثل پوده میبروردن مثل در بیرون ها هم مرا فریاد کردن میامدن مثل یک 6-7 طبق همی خیلی مونده تیار کرده مادر مهربان من فقط به همین قروت همین پیاز همین روغن تنها دیگر پمیدور این چیزها نبود. دستی مادر دیگر است با مزه با لذت میکردن. پیش وقتا هیچ چیز که نبود از همون یک چیز یک خوراک با لذت تیار میکردن که تا حاضر از فکر خیال ما رفتگی نیستم این چیزها. اوماج با گرد خیلی و دستشون وای میکردن تیار میکردن در طبق بعد در دیگ میانداختن مثل که برنج یا که بجای برنج میتونستن که اوماج هم خیلی بعد پودینه کم ترک پودینه میانداختن چقدر خوراک با مزه میشه. زن باید در اویله صرفکارانه صرفکار مثل کدبانوی با هنر کدبانوی تازه‌کار کدبانوی مهنت دوست باشد یکم درجه زندگی پیش میرود. زندگی هر یک کدبانو مثل خوشبختی اویله با یکدیگر فهمی اما چیزی که هست در زندگی همراه استفاده میبرند خوشبخت میشن مثل یکدیگر فهمی قدیم. من مثل کدبانوی هستن که میتونن از کدو تمام مثل طعم‌ها رو استفاده تیار کنن. مثلا میتونن شیر کدو منتو خانومه با بسیار از کدو فطیرهای من خیلی فطیر قره فطیر میپزیم. وقتی که با ارد خمیر ارالش میکنیم آمیخته میکنیم کدو رو و فطیر با مزه میاد. مثلا میتونیم که در شکر و قروت هم فطیر رو استفاده بریم. کدو رو از تور تروشک مایده کرده بعد با ارد و نمک و خیلی که خمیر میگه در خمیر آمیخته میکنیم کدو رو و کم تر روغن انداخته بعد میپزیم و فطیرهای با مزه میاد. من ما روغن رو به درجه تفسون میکنیم که همین جزه است همین پیاز با فرش خونه حتی رسه.
چقدر خوراک بولذت بامزه قدیمترین خوراک ما آماده شد. مهمون ها هم سرجم مثل اهل اویله سرجم با مهر و محبت تا که اویله پاش نخوره ما در یک طبق سرجم شده همین خوراک را استعمال میکنیم.